به نام خدا. نام قصه دو دوست صمیمی. یکی بود یکی نبود. در دهکده دور از شهر دو دوست صمیمی به نام احمد و محمود بودن که با هم همسایه بودن و خانواده هاشون به کشاورزی مشغول بودن. این دو پسر بچه هر روز با هم بازی میکردن. پدر احمد آرزو داشت که پسرش در آینده دکتر بشه تا بتونه به مردم ده خدمت کنه. مادر محمود هم آرزو داشت که پسرش مهندس بشه تا بتونه خونه های ده رو محکمتر و قشنگتر بسازه. روز اول مهر بود و این دو دوست روانه مدرسه شدن. اونا هر سال شاگرد اول کلاس بودن. احمد که پدرش از بیماری معمولی رنج می برد دوست داشت زودتر بزرگ بشه و آرزوی پدرش رو برآورده کنه، چون اون ده دکتر نداشت. هنوز چند ماهی از رفتن احمد و محمود به مدرسه نگذشته بود که پدر احمد از دنیا رفت. احمد بسیار گریه میکرد و از طرف دیگه نمیتونست به مدرسه بره، چون باید خرج زندگی مادر و خواهرشو میداد. محمود که دوست خوب احمد بود با معلم احمد صحبت میکنه و معلم مهربون قبول میکنه که شبها به احمد درس بده تا روزا بتونه کار کنه. احمد و محمود هر سال با نمره‌های خوب قبول میشدن. پس از گذشت چند سال احمد و محمود دانشگاه قبول میشن. احمد با تلاش و کوشش فراوون دکتر میشه و آرزوی پدرش رو برآورده میکنه و محمودم مهندس میشه و بازسازی ده رو انجام میده. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.